سلام، دنبال یه خونه خوب واسه اجاره میگردیم. خیلی خوش اومدید، بفرمایید. حمید چای. آقای خونه باغ دارم با استخر سنا قراردادشو ببندم. قیمت 200 میلیون با مایی 2 تومن. به ریال گرفتی استرا تومن بابا. آها، نه اینکه ما تازه ازدواج کردیم، فعلا دستمون خالیه. یه خورده ریز پایین‌تر. یه خونه دیگه دارم 100 متر یه خوابه با پارکینگ، میخوای قرارداد اینو ببندم. این عالیه. قیمت 100 میلیون با مایی 1 تومن. آها، ببخشید بازم یه خورده پایین‌تر. اصلا شما بگو موجودیتون چقدره؟ آقا ما کلا 20 میلیون بیشتر موجودی نداریم. موجودی کافی نیست. میگم اون خونه لاکچریه. آقا حمید راست میگه، ما واسه این قیمت یه خونه داریم، میخوای اینو بهتون معرفی کنم. گفتم صاحبخونه میشیم. آقا اینو بنویس واسمون. میگم اینجا همسایه منسایه نداریم. آره آقا همسایه میخواد چیکار؟ اینجا لاکچریه. تیم انصد قطر 2 ماه یه بار اینجا اردو میزنه. خونه از کجا؟ اینا آکاسیون فول امکانات. اینم کلیدش مبارکه. خانم این بود خونه رویایی که میگفتی بخوره تو سر. نمیرم خونه بابام. این که رفت. خانم بابا خودت گفتی خونه رویایی میخوام. بابا